حمام تاریخی که پس از سالها در شیراز سر از خاک بیرون آورد. اینجا هم یه پارکینگ عمومی بود، ماشین توش پارک می‌کرد. طبق طرح ما که می‌خواستیم اینجا رو کف‌سازی رو انجام بدیم، آسفالتو که برداشتیم دیدیم وضعیتی هست که حالا باید ما میراث هماهنگ بکنیم. کارشناسان میراث فرهنگی از روی نشانه‌های اولیه حدس می‌زنند این بنا مربوط به دوره صفویه و یا دست کم زندیه باشد. نشانه‌هایی هست که از نوع تویزاها، از نوع طاق‌ها و در واقع این خط و خطوط که می‌بینید یه سری تزئیناتی هست که به عنوان تزئینات آهکبری مشهور است. این تزئینات آهکبری عمدتاً ما از حمام‌های صفوی، زند و قاجار داریم. یعنی الان شما مقایسه کنید با حمام وکیل همین نوع آهکبری‌ها رو ما داریم. مسئول واحد نظارت میراث فرهنگی میگوید میراث فعلا برنامه‌ای برای کاوش این حمام ندارد. حمام احیا بکنیم فعلا منتفی هست. چنانچه در واقع بحث مالکیت محرز نشه، میراث فرهنگی در جهت حفاظت از این اثر تاریخی پیشنهادش این که مجدد حالا با یک سری مصالح نرم مجدد این حمام پوشونده بشه و به وضعیت سابق برگرده تا در زمان خودش در واقع بحث احیا حمام در دستور کار قرار بگیره. در بافت تاریخی سنگ سیاه تاکنون 8 حمام تاریخی به ثبت ملی رسیدند. کارشناسان میراث فرهنگی احتمال می‌دهند بخشی از این حمام تاریخی زیر ساختمان‌های مجاور با این زمین مدفون شده باشد. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.